در تاجیکستان از این به بعد محصولات وارداتی و در داخل تولید شونده ساختمانی پس از آزمایش رادیاسیونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اژانسی امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی برای دریافت اجازتنامه تاجیک استاندارد اسناد ضروری را ارائه کرده است. آزمایشگاه این اژانسی برای گذراندن سنجش‌های رادیاسیونی مسائل ساختمانی آماده است. سالهای پیش آنها را این تشخیص‌ها را در مملکت‌های همسایه در قرقیزستان، در قزاقستان می‌گذراندند. الحال در آزمایشگاه ما چنین امکانیت موجود است که تشخیص ماده‌های ساختمان را از نگاه بی‌خطری رادیاسیونی گذرانیم. نمونه خشت اساساً طبق سنجش استانداردهای دولتی، آزمایش رادیاسیونی محصولات ساختمانی به 5 زینه تقسیم می شود و با منظور سطح رادیاسیونی محصولات استفاده آن در ساختمان اجازت است. هدف از این اقدام جلوگیری از استفاده مصالح دارای سطح رادیاسیون بلند می باشد. و اینجا نقطه ها پیدا شدن، یعنی این چی معنی داره؟ خیلی که شما می‌بینید در اینجا در خط‌هایی که همینجا موجود هستند بعضی نقطه ها قدشون بلند شدن. یعنی اون معنی دارد که در ترکیبشون بعضی رادیونوکلیدهای هستند که در اونجا مقدارشون زیادتر هست. با گفته مقامات وزارت صنعت تاجیکستان، استحصال محصولات برای ساختمان در داخل کشور افزایش یافته است. اما با این هم مسائل اصلی ساختمانی با شمول محصولات آرایشی ساختمانی از خارج کشور از جمله کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک، ترکیه، ایران، پاکستان و چین وارد می شود. این محصولات در ساختمان‌های استفاده می گردد که برای بنیاد این انشاءات از چند مقامات دولتی اجازتنامه و نتیجه تشخیص ضرور است. بعداً لایحه ترتیب داده شده، لایحه یعنی پورا ترتیب داده شده با مقامات‌های داخلدار، یعنی در اینجا داخل میشه کمیته زمین‌سازی، سرمایه‌داری شهر یا ناحیه، حفظ محیط زیست، ساختار خاموشکنی، آب، برق، ساختارهایی که معین شدن از روی فرمان‌های مقامات‌های شهر یا ناحیه. زلزله‌های شدید سال گذشته که به چند انشاءات نوبنیاد خسارات وارد کرده بود، اعتماد مردم به صفت ساختمان‌های نو را کاهش داد. اما در این فهرست اجازتنامه مرکز زلزله سنجی شامل نمی شود، در حالی که تاجیکستان یکی از منطقه‌های جغرافیایی زلزله خیز است و در ضمن آزمایش رادیاسیونی و به استانداردهای دولتی مطابق کردن مسائل ساختمانی از جمله اقدام‌های جدی توجه به صفت ساختمان‌ها نامبر می شود.